اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین. عزیزان و بینندگان که درس ها را بیننده بودین، خواستم یک درس بسیار جامع و کامل و درست و یک درس و یک نسخه بسیار مفید خواستم به شما از احادیث ارائه بکنم. اون درس فضیلت آیت الکرسی هست. آیت الکرسی شریف یکی از آیه های سوره بقره هست. آیه البته 254ش الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. این آیت الکرسی شریف است. حضرت علی رضی الله عنه می فرماید، از نبی کریم علیه السلام روایت میکنه، هر کسی که آیت الکرسی شریف را بخواند 30 روز 1 ماه شیطان هجرت میکنه، از منزل خانواده تان فرار میکنه و در خانه‌ای که در منزلی که آیت الکرسی خوانده شود الله لا اله الا هو الحی القیوم الی آخره خوانده شود، 30 روز پای هم شیطان فرار میکنه، هجرت میکنه، تخلیه میکنه. امروز هر نوع گناه را سر ما شیطان میکنه، هر نوع وساوس ما شیطان میاره، 30 روز فرار میکنه و سحر ساحر در این خانه داخل نمیشه تا 40 شبانه روز سحر و جادوگری تاثیر نمیکنه. نبی کریم علیه السلام به رسول گرامی، نبی کریم علیه السلام به حضرت علی گفت یا علی علمها ولدک و اهلک و جیرانک. گفت ای علی به تو میگم هر کس آیت الکرسی در منزلش بخونه 30 شبانه روز شیطان فرار میکنه، از سحر ساحر تا 40 شبانه روز در امن و امنیت میمانه و ایره به بچه‌ایت، به فرزندانت، به اهل و فامیلت و به همسایگانت تعلیم بدی که اینا از شر شیطان مأمون بماند. یک. دوم، آیت الکرسی شریف را به اندازه کلماتش هر کس بخونه یا به اندازه حروفش. آیت الکرسی 50 کلمه داره. الله لا اله الا هو الحی القیوم الی آخره تا هو العلی العظیم آخر شمیه. تا اینجا را بخونه 50 کلمه است. با تعداد کلماتش که 50 کلمه است، هر کس بین 50 دفعه میره بخونه. 50 دفعه آیت الکرسی بخونین. حدیث است و فی کل کلمت 50 برکتن. 50 کلمه است، در هر 50 کلمه 50 برکت علی در زندگیت میده. و فی کل کلمت 50 برکتن میگه. 50 کلمه است آیت الکرسی، 50 دفعه میره وظیفه بگی روزانه بخوان و در هر کلمه 50 دانه برکت الله در زندگی، در کار، در امورات، در شؤون زندگی الله نصیب میکنه. یا به اندازه حروفش بخوانید. حروفش چند دانه است؟ و هی 170. 170 حرف داره. 50 کلمه داره آیت الکرسی شریف. 170 مرتبه بخوان به اندازه حروفش یا 50 مرتبه بخوان به اندازه کلماتش یا به اندازه تعداد مجاهدین بدر شریف بخوان 313. والله اعلم افراد طالوت هم 313 تا بود. یا به اندازه عساکر طالوت 313 دفعه 13 نفر بود، 313 دفعه بخوان. یا به اندازه تعداد مجاهدین بدر شریف 313 بود بخوانید. هر کسی که به می اندازه بخوانه چی میگه؟ یطلب منزلا الی وجده.
لم یطلب منزلا الا وجده. هر منزلتی که میخوایی 50 دفعه آیت الکرسی بخوان، 170 یا بخوان یا 313 دفعه بخوان، هر منزلتی که میخوای طلب کنی مگر او را الله برات میده. هر منزلت، مقام، رویش، پیشرفت، ترقی، تعالی الله برات میده. یا هر شیئی که میخوایی به اون نایل شوی دمون آرزویت میرسی. فاز چی گفت؟ فتلک صفت عظیمه، این یک صفت بزرگ است که الله برکت آیت الکرسی بر تو نصیب میگردانه. در اخیر برای قاریش کسی که تلاوت کرده چی میشه؟ فیکون شجاعا، ای دلیر میشه، انسان غیرتی میشه. هر انسان غیرت داشت زندگیش برکت داره. دیگه محبوب میشه در جامعه. چند فایده بود. آیت الکرسی بخوان، یک ما شیطان فرار میکنه از خانه. آیت الکرسی شریف را بخوان، 40 شبانه روز در خانه و زندگی اولاد زن و بچه سحر و جادو تاثیر نمیکنه. آیت الکرسی شریف به اندازه کلماتش بخوان 50، به اندازه حروفش بخوان 170، به اندازه اساکر طالوت بخوان 113، به اندازه اساکر بدر شریف بخوان 113. هر کدامش که تو میتونی، اما اندازه کلماتش کمتر است. خداوند متعال در هر کلمش 50 برکت میده. یک و هر چیزی که طلب میکنی دو میرسی. دو هر آرزوی داری به تو حاصل میشه. سه خداوند متعال قرائت کننده و ذکر کننده زیر محبوب جامعه میگردانه. صحیح شد؟ یک. دو مسئله، لأن من داوم علی قرائتها، و کسی که نمیره همیشه قرائت میکرد ذکر بکنه آیت الکرسی شریف، الله لا اله الا هو الحی القیوم الی آخره، ما در اول باش تلاوت کردم. این نمیره هر کس مداومت بخونه، فتح الله علیه جمیع اموره فی الدنیا والآخره. هر کس آیت الکرسی بخونه خداوند متعال باز میگرداند تمام امورات دنیا و آخرتش. در آخرت چی آرزو داری؟ در روی آرزوهایت باز میشه. در دنیا چی آرزو داری؟ باز میشه. کما فتح الله علی حبیبه، همون طوری که الله متعال به محمد علیه السلام در دنیا باز کرد. میگه در بدر شریف رفته بودن در جنگ، 9,500 نفر دشمن سرش حمله کرد. رسول گرامی 313 نفر بود. حضرت علی صاحب میگه آمدم که رسول گرامی سجده میکرد، میگفت یا حی یا قیوم، الله لا اله هو الحی القیوم الحی القیوم الحی القیوم. این میره میگه تکرار میکرد. گشته در سنگر رفتم، دشمن حمله کرد. گشته آمدم که باز حی و قیوم میگفت. اتفاق سر بالا کردم که ملائکه پایان شد، تمام کل مجاهدین بدر شریف کامیاب شد. دشمن ابو جهل کلش مردار کرد از بند. خدا دروش باز کرد. هر کس در امورات زندگیش مجاهدت میکنه و پس رفته میشه، ایرا بخوان الله بروید باز میکنه. دیگه حضرت علی صاحب میفرماید، میگه یا حی یا قیوم که کسی بخونه و حقش ادا کنه، خداوند متعال 8 دروازه جنت بروش باز میکنه. الحی القیوم یعنی کلمه‌ش بخون، کلکش بخونی خوب نمیره مگر بخونی 8 دروازه جنت بروید باز میکنه. و هر کسی که به اندازه کلماتش 50 مرتبه که کلماتش 50 دانه است بخونه یا 170 مرتبه بخونه، دروازه های رزق، خیرات، برکات، حسنات برویش باز می شود. چیزی که برکات در زندگیت می، چیزی حسنات در زندگیت می، چیزی که خیرات و نیکویی هاست در زندگیتان می. این بود مختصرا فضیلت آیت الکرسی شریف. بازم در آخر براتون میخوانم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الآيات.